تا حالا به این توجه کردین تو هر جمعی یه نفر هست بدون اینکه هیچ کار خاصی بکنه من بهش توجه میکنم؟ حالا شاید بپرسی چرا؟ به نظر من اونایی که کمتر حرف میزنن حرفاشون تاثیرگذارتره، حرفاشون وزن داره وقتی حرف میزنن. گاهی اوقات کسایی که یه لبخند کوچیک میزنن خیلی بیشتر تو ذهن میمونن تا اونایی که سعی میکنن همه رو بخندونن. جذابیتشون اینجاست که وقتی کنارشونی زمان برات کمتر میگذره. میدونی چیه؟ حضور واقعی رو نمیتونی ادعاش کنی، یا داری یا نداری. حضور داشتن یعنی آرامش تو، یعنی اعتماد به نفسی که داد نمیزنه، فقط و فقط حس میشه. یعنی وقتی حرف میزنی بقیه فقط به کلماتت گوش نمیدن بلکه به خودت گوش میدن. گاهی وقتا قوی ترین حضور توی نگاه ساده است، یه مکس کوتاه، یه نفس عمیق، اصلا قبل اینکه بخوای چیزی بگی. و در آخر به نظر من حضور داشتن توی جمع یعنی که وقتی که نباشی حتی اون جای خالی که نشسته بودی هم حس بشه. ما دیگه رفتیم، فعلا.